درود، شنبه خوش. چند تا خبر مربوط به هوش مصنوعی رو به روال این روزهای گذشته با هم مرور میکنیم و هر روز اینجا ما خبرها رو با هم مرور میکنیم. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، تیک زنگولش رو بزنید و با من همراه باشید. مادر فلوریدایی از Character.ai و گوگل به خاطر نقش ربات هوش مصنوعیش در خودکشی پسرش شکایت کرده. همون چیزی که خیلی ها از هوش مصنوعی به خاطرش واهمه دارن. مگان گارسیا، مادری اهل فلوریدا، از شرکت استارتاپ هوش مصنوعی Character.ai و گوگل یک اتهامی داره که پشت ماجرا حمایت کرده از این نرم افزار به دلیل نقشی که ربات گفتگوی هوش مصنوعی اونها، چتباتشون، در خودکشی پسر 14 سالش سول سنتر در ماه فوریه داشت شکایت کرده. بر اساس گزارشی که روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال اورلاندو ثبت شده، گارسیا ادعا میکنه که پسرش به خدمات ربات گفتگوی Character.ai محتاج شده و به شدت به یک شخصیت مجازی وابسته شده بوده. این ربات گفتگو با ارائه تجربیاتی انسان نما، بیش جنسی شده و ترسناک واقع گرایانه، چیزهایی که عنوان شده به لحاظ قانونی، پسر اون رو تحت تاثیر بدی قرار داده بوده. گارسیا میگه شرکت Character.ai ربات خودش رو به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که خودش رو به عنوان یک فرد واقعی، یک روان درمانگر مجاز و یک معشوقه بالغ همزمان معرفی کنه که در نهایت باعث شد او تمایلی به زندگی در دنیای واقعی نداشته باشه. پسرش اون همچنین مدعی شده که ربات گفتگو این افکار بدبینانه رو در واقع در پسرش تشدید کرده، به جای کمک به اون این موضوع رو بارها مطرح کرده و بهش یادآوری می‌کرده. این شرکت یه بیانیه داده، گفته که خیلی متاسفیم و اینها، ما یه سری امکانات خود ایمنی بیشتری میذاریم که در چنین مواردی مثلا آمار مربوط به خط ملی پیشگیری از خودکشی رو در آمریکا اعلام بکنه و این چیزها. و تو این شکایت گوگل هم به عنوان متهم نام برده شده. گارسیا، مادر قربانی، ادعا میکنه که گوگل در توسعه تکنولوژی این نرم افزار به نام Character.ai به حدی مشارکت داشته که میتونه اون رو هم خالق اون بدونه. اما سخنگوی گوگل اعلام کرده ما هیچ نقشی در این میان نداشتیم. بحث ها درباره این موضوع همچنان ادامه داره. باید صبر کنیم ببینیم دادگاه کجا میره و به چه می انجامه که بعد بر اساس اون عمل کنیم و اطلاع بدم بهتون. این پرونده در حالی مطرح شده که شرکت های رسانه های اجتماعی مثل متا که مالک اینستاگرام و فیسبوکه و بایت دنس یا مالک تیک تاک با شرکت های مشابهی هم روبرو هستند درباره وضعیت نوجوانان کاربرشون. این شرکت ها ادعا رو رد میکنن و بر ویژگی ایمنی بهبود یافته‌شون برای کاربران جوان تاکید دارن. در خبر دیگه‌ای که امروز خبر عمده‌ای هست، اپل پیشنمایش جدیدی رو از هوش مصنوعی خودش رو با ادغام چت جی پی تی منتشر کرده. چهارشنبه نسخه بتای جدیدی از ویژگی‌های هوش مصنوعی جدید اپل اومد که به نوعی با چت جی پی تی ادغام شده. این شرکت تابستان امسال از پاسخ خودش به رونق هوش مصنوعی رونمایی کرده بود، اما به تدریج ویژگی‌های اون رو برای کاربرا داره عرضه میکنه. اپل اینتلیجنس اسمش. سرمایه‌گذاران امیدوارن که این ویژگی جدید هوش مصنوعی کاربران رو به ارتقاء آیفون های خودشون ترغیب کنه، چون این ابزارها فقط در دستگاه جدیدتر در دسترس خواهند بود. این ویژگی ها در نسخه بتای iOS 18.2 برای توسعه دهندگان که روز چهارشنبه منتشر شد در دسترس قرار گرفته. از جمله قابلیت‌هاش بازنویسی متن با هوش مصنوعی، ایجاد ایموجی های جدید با جن موجی، تولید تصاویر با ایمیج پلیگراند، ابزار ایمیج وند برای حذف اشیاء ناخواسته از عکس‌ها و ادغام با چت جی پی تی در اون دستیار سیری که از همشون مهم‌تره به نظرم. با این حال توانایی مورد انتظار سیری برای انجام اقدامات در اون برنامه‌ها هنوز در این بروزرسانی گنجونده نشده، اما به زودی قراره بیاد. در ماه ژوئن اپل اعلام کرده بود که سیری میتونه برای پاسخ به سوالات پیچیده‌تر از چت جی پی تی استفاده کنه. کاربران نیازی به داشتن حساب اوپن ای آی یا چت جی پی تی ندارن، میتونن از اون توی فیلدهای متنی برای تولید متن استفاده کنند. این ادغام برای اوپن ای آی که اخیراً ارزش اون به 157 میلیارد دلار رسیده، یه موفقیت بزرگ محسوب میشه. با این حال هیچ یک از این دو شرکت جزئیات مالی این همکاریشون رو افشا نکردند.
و اپل هم در دور تأمین مالی اوپن ای آی سرمایه‌گذاری نکرده، کاری که بینگ یا مایکروسافت کرده. مدیران اپل همچنین اعلام کردند که ممکنه مدل‌های هوش مصنوعی دیگه مثل گوگل هم در آینده با اپل اینتلیجنس ادغام بشن و این یعنی انحصاری نیست. بخشی از ویژگی‌ها در حال حاضر توسط کاربرا داره آزمایش میشه و قرار هفته آینده به عنوان بخشی جدید هم منتشر بشه. این ویژگی‌ها شامل توانایی‌های طراحی جدید با سیری، خلاصه سازی اعلان‌ها یا نوتیفیکیشن‌ها و همه اینها هست و به نظر میاد البته اپل در رویکرد خودش به هوش مصنوعی یه مقداری محتاطانه و کند عمل میکنه. بر دقت و صحت اطلاعات و پرایوسی یا حریم خصوصی تاکید بیشتری داره. مثلا معاون ارشد مهندسی نرم افزار اپل گرگ فدریگی در مصاحبه گفته بود که ما به ارائه اطلاعات دقیق کمک میکنیم، نه خیال پردازی. اون توضیح داد اپل نگران اعتماد مردم به محتوای عکاسی به عنوان نشان دهنده واقعیت از بین بره و نمیخواد این اعتماد خدشه دار بشه. مثلا در ابزار کلین آپ که به کاربران اجازه میده اشیاء ناخواسته رو از تصاویر حذف کنند، اپل ویرایش‌های انجام شده توسط هوش مصنوعی رو توی متا دیتا یا فراداده عکس‌ها ثبت میکنه. این رویکرد در تضاد با شرکت‌های مثل سامسونگ و گوگل که به کاربرا اجازه میده تصاویر رو به صورت گسترده‌تری بدون اینکه اعلام بکنن تغییر بدن. دولت بایدن اخیراً یک سند امنیت ملی منتشر کرده که به چگونگی استفاده و محافظت از ابزارهای هوش مصنوعی در سازمانهای دولتی مثل پنتاگون و آژانس‌های اطلاعاتی می‌پردازه. این سند که به عنوان اولین دستورالعمل امنیت ملی در حوزه هوش مصنوعی شناخته میشه، هدفش قرار دادن گارد ریل ها یا محدودیت‌هایی برای استفاده از این فناوری‌ها در تصمیم‌گیری‌های حیاتی از جمله مسائل هسته‌ای و درخواست‌های مختلف. این اقدام به دنبال مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های قبلی بایدن صورت گرفته که به چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در بهبود عملیات‌های دولتی پرداخته و در این حال برای جلوگیری از خطرات این فناوری تمرکز داره. از جمله این خطرات توسعه سلاح‌های خودکار و خطرات استفاده نادرست از هوش مصنوعی که میتونه تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا باشه. با این حال بسیاری از مهلت‌های تعیین شده در این دستورالعمل‌ها بعد از پایان دوره ریاست جمهوری بایدن اعمال خواهند شد و ممکنه دولت بعدی به اجرای اونها متعهد نباشه. کما اینکه به نظر میرسه ترامپ رأیش داره بیشتر میشه و توی این 2 هفته آینده حالا باید ببینیم چی میشه. این موضوع به خصوص با توجه به احتمال بازگشت ترامپ به قدرت با سوالات بیشتری هم مواجهه. اما این سند همچنان بر نقش بخش خصوصی در توسعه هوش مصنوعی تأکید داره، چرا که بیشتر فناوری‌های کلیدی هوش مصنوعی در دست شرکت‌های خصوصیه و سرعت پیشرفت این فناوری‌ها اغلب از توانایی تنظیم مقررات در کشور آمریکا هم بیشتره. در همین راستا دولت باید راهکارهایی برای محافظت از نوآوری‌های این بخش در برابر جاسوسی‌ها یا سرقت توسط دشمنان خارجی ارائه بده. نکته قابل توجهش ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های مانند پرتاب سلاح‌های هسته‌ای و همچنین ممنوعیت ردیابی افراد بر اساس مذهب یا قومیت. در این حال سند به دنبال ایجاد همکاری‌های بین‌المللی در زمینه محدودیت‌های استفاده از هوش مصنوعی در سلاح‌های خطرناکه. هرچند تلاش‌های قبلی برای دستیابی به این هدف با چین چندان موفقیت‌آمیز نبوده. به طور کلی این سند تلاش میکنه تا استفاده از هوش مصنوعی رو در چارچوبی امن قرار بده و در این حال از دستاوردهای مهم این فناوری در بخش‌های دولتی و خصوصی محافظت کنه. و خبر آخر امروز، شرکتی به نام اینستا 360 به تازگی دوربین اکشن خودش رو به نام ایس پرو 2 معرفی کرده که با استفاده از هوش مصنوعی و کیفیت تصاویر 8K به بازار عرضه شده. این دوربین جانشین ایس پرو بوده و با قابلیت‌های پیشرفته‌ای مثل پروفایل‌های رنگی طراحی شده توسط لیکا، چیپ پردازش تصویر حرفه‌ای و پردازش هوش مصنوعی همراه. قیمتش $399 و رقیب اصلی اون هم دوربین‌های DJI اسمو، اکشن 5 پرو و گوپرو هیرو 13 بلک. ممنون از اینکه همراه من بودید. تا خبرهای فردا، خدا نگهدار.